برای شما واضح است که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری بوده. رول زراعت چقدر در افغانستان مهم است. زراعت یک بخش راهبردی و کلیدی برای ملت افغانستان است. بر اساس معلومات 80% نیروی کار کشور در بخش زراعت مصروف می باشند. عواید 60% از خانواده ها از طریق زراعت و مالداری فراهم می شود. طبق احصایه در سالهای اخیر زراعت بین 21 تا 33% در تولید ناخالص داخلی یعنی GDP افغانستان سهم داشته است. در صورت مدیریت و توجه درست این بخش می تواند در یک دهه 1.2 میلیون شغل را در کشور عزیز ما ایجاد نماید. اگر در یک دهه آینده زراعت در افغانستان سالانه حداقل 5% رشد نماید، می توان فقر را در روستاهای افغانستان مهار و مواد غذایی مورد ضرورت کشور را تأمین نمود. طبق مطالعات انجام شده آب و هوای افغانستان برای توسعه زراعت و کشت گونه‌های متفاوت زراعتی بسیار مساعد است. به گونه مثال زعفران افغانستان، میوه‌های تازه و خشک افغانستان که بهترین کیفیت را دارند که با پروسس، بسته‌بندی و علامتگذاری معیاری می توانند با تولیدات مشابه از کشورهای منطقه و فرامنطقه به خوبی رقابت نمایند. امارت اسلامی افغانستان به مکانیزه سازی زراعت، آوردن تکنولوژی های جدید در این بخش، ساختن سردخانه ها، ترویج تولیدات داخلی، ایجاد تسهیلات برای دهاقین و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش متعهد می باشد. ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان تمام سعی و امکانات دست داشته خود را به خرج می دهد که از این بخش ما بتوانیم زراعت خود را به صورت سالم مدیریت نماییم و همچنان آبهای خود را به صورت سالم مدیریت کنیم تا بتوانیم محصولات داخلی خود را